درویش ممکن است. مرحمت احمد جان، مرحمت درویش. او در قدم تو جونم ریست، ما با همون مسئله به نزد شما اومدم. همون گپ زنه که ما گوش کنم یا نکنم. ما چند مرتبه شما بگفتم، در برآمدهایم میگویم که مرد باید گپ زنه که گوش نکند. دویم شما همین مسئله نزد من میدروید. مردک باید گپ زنه که گوش نکند. فهمیدید می؟ ما همه دو گوسفند داریم، یک تاش خرابه یک تاش فربه در قدم تو جونم. انا همه زنه که میگم که بیا همه فربهش بری ختام و نگاه داریم، همون خرابش بری رئیس بریم. نه میگود که خرابش بری ختام نگاه داریم، انا فربهش بری رئیس بریم. انا ما حیرونم که گپ همه زنه که گوش کنم یا نکنم در قدم تو جونم. آی یک بار نیم بار گپ زنه کم گوش کردن نکن.